نشانه ها در کتاب مقدس بسیارند. یکی از اون نشانه هایی که در کتاب مقدس به اون اشاره شده، نه اتفاقاً بلکه مخصوصاً و به صورت ویژه خداوند از پادشاهان هخامنشی صحبت کرده. پادشاهان هخامنشی برای خودشون نشانه‌ای داشتن و نشانه اونها مهری بود که در انگشتری که بر دستان خودشون داشتن قرار داشت. به عنوان مثال وقتی که حکم ویژه‌ای یا فرمان ویژه‌ای صادر می‌شد از جانب پادشاهان هخامنشی، اونها اون انگشتریشون که مهر آنها بود، مهر اون پادشاهان بود، بر پای اون حکم می‌زدن. و وقتی که مهر پادشاهان هخامنشی بر حکمی زده میشد، حتی خود اون پادشاه هم نمیتونست اون حکم رو تغییر بده، چه برسه به دیگران. و خداوند به صورت ویژه در رابطه با همین موضوع در کتاب مقدس صحبت کرده و خداوند میفرماید شما که پادشاهان زمینی هستید، پادشاهان زمینی دارید و انسانی بیش نیستید و چند صباحی بر این زمین زندگی میکنید و بعد از اون دیگه نیستید، فرمان خودتون رو نمیتونید تغییر بدید. وقتی که فرمانی صادر میکنید اون رو تغییر نمیدید. چطور انتظار دارید که من که خدا هستم، خالق تمام هستی هستم و ابدی هستم و شما مخلوقات من هستید در واقع و من خالق شما هستم، چطور انتظار دارید که من فرمانم رو تغییر بدم یا فرمانم رو بشکنم؟ در کتاب مقدس اشاره شده به همچنین به بابل. بابل کی بود یا کجا بود؟ بابل برای اولین بار در کتاب پیدایش فصل 12 با اون روبرو میشیم که وقتی که طوفان نوح تمام میشه و تمام نسل‌های بشری و انسان‌ها از سه پسر نوح منشعب میشن، اون مردمان اون زمان شروع میکنن به ساختن یک برج برای خودشون یک نشانه بسازن. و اتفاق جالبی که اونجا میفته، مردم در اون پروسه ساخت و ساز بابل زبانشون نامفهوم میشه و تغییر پیدا میکنه و اون هم به خواست و اراده خدا این اتفاق میفته. و وقتی که این اتفاق میفته اونها دیگه همدیگه رو نمیفهمن و پروسه ساخت اون برج متوقف میشه. برج اسمش بابله. حالا بابل یعنی چی؟ بابل یعنی گروه گیج و سردرگم. در کتاب مکاشفه در رابطه بابل و سقوط این بابل صحبت میکنه. بریم با هم دیگه از کتاب مکاشفه چند آیه رو بخونیم. کتاب مکاشفه فصل 14 از آیه 8 برای شما میخونم. و فرشته دومی از پی او آمد و گفت سقوط کرد، بابل بزرگ سقوط کرد، آن که از شراب عقل سوز زنای خود به همه ملت‌ها نوشانید. و فرشته سومی از پی آن دو آمد و به آواز بلند گفت اگر کسی آن وحش و آن تمثال او را بپرستد و نشان او را بر پیشانی یا بر دست خود بپذیرد، آن کس نیز از شراب خشم خدا که اینک پرمایه و خالص در جام غضب او ریخته شده خواهد نوشید. آن کس نیز در حضور فرشتگان مقدس و در حضور بره با گوگرد مشتعل عذاب خواهد شد و دود عذاب آنان تا ابد به بالا خواهد رفت. برای آنان که آن وحش و آن تمثال او را میپرستند و برای آنان که نشان نام او را میپذیرند، نه در شب و نه در روز آسایش نخواهد بود. آمین. کسانی که در عقل خود، در پیشانی خود و در دست خود نشان این گروه گیج و سردرگم رو دارند، با عذاب خشم خداوند، با آتش عذاب خشم خداوند متعال خواهند سوخت. در کتاب نبوتی پیشانی اشاره به عقل و خرد ما داره که چیزی رو بهش باور داریم و در عقل خودمون بهش تکیه داریم و دست نشانه این هستش که ما به اون چیزی که باور داریم اون رو به انجام میرسونیم، انجام میدیم، اون رو به انجام میرسونیم. بنابراین کسانی که نشانه ها و آثار بابل، همان گروه گیج و سردرگم رو که توسط خود شیطان هم رهبری میشه این گروه، چه خواسته چه ناخواسته، چه دونسته چه ندونسته، اونها در نهایت با آتش عذاب خداوند متعال خواهند سوخت. اما نشانه خدا چیه؟ ما میدونیم که خداوند در کتاب پیدایش بعد از 6 روز خلقت و آفرینش روز سبت رو قرار میده. چرا روز سبت رو قرار داد؟ به دلیل‌های زیادی که ما در این ویدیو به چند تای اونها اشاره میکنیم. یکی از اونها که در برنامه‌های قبلی هم با شما به اشتراک گذاشتیم این بود که خداوند این روز رو یادبودی از خلقت و آفرینش خودش قرار داد. و دوم این که این مهر خداونده که چه کسی آفرینش رو انجام داده، چه کسی خلقت رو انجام داده. خلقت و آفرینش توسط چه کسی؟
خداوند متعال، الوهیم، یهوه، و نشان او رعایت روز سبته. کسانی که روز سبت رو حرمت می‌دارن، کسانی که روز سبت رو نگه می‌دارن، اعلام می‌کنن که کدوم خدا رو دارن پرستش می‌کنن. خدایی که خالق و آفریدگار تمام دریا و چشمه‌ساران و آسمان و زمین. دوستان عزیز، از شما خواهش می‌کنم اگر دوست دارید کتاب مقدس بخونید، لطفاً قبلش دعا کنید و از روح القدس بخواید که کلام خداوند متعال رو برای شما باز بکنه. کتاب مقدس رو با تأمل بخونید و تنها تکیهگاه ما بر خود کلام خداوند باشه، نه منابع‌های بشری. روز سبت بر همه شما مبارک.